در دنیای امروز قاچاق حیوانات وحشی یکی از بزرگترین تهدیدات برای بقای گونه‌ها در طبیعت. میلیون‌ها حیوان وحشی به صورت غیرقانونی از زیستگاهشون خارج میشن، تنها به این دلیل که برای انسان‌ها کالاهای گرانبها به شمار میرن. در این ویدیو با هم خواهیم دید که کدام حیوانات بیشتر در معرض قاچاق قرار دارن، چرا این اتفاق میفته و چه تأثیری بر طبیعت و ما داره. توضیحی درباره قاچاق حیوانات وحشی. قاچاق حیوانات وحشی یعنی انتقال غیرقانونی حیوانات یا اعضای بدن اونها به بازارهای سیاه برای استفاده در صنایع مختلف از جمله داروسازی، جواهرسازی، صنعت سرگرمی و حیوانات خانگی. این تجارت غیرقانونی نه تنها تهدیدی برای بقای گونه هاست، بلکه باعث اختلال در اکوسیستم‌های طبیعی هم میشه. متاسفانه بیش از 35,000 گونه حیوانی و گیاهی در حال حاضر در معرض قاچاق قرار دارند. یکی از بزرگترین هدفهای قاچاق فیل‌ها هستند. دلیل اصلی شکار غیرقانونی اونها ارزش بالای عاج‌هاشونه. عاج فیل در بازارهای سیاه به قیمت‌های بالایی فروخته میشه و برای ساخت جواهرات و تزیینات استفاده میشه. بیش از 100 فیل در هر روز به دلیل قاچاق عاج در آفریقا کشته میشه. ببرها یکی دیگه از قربانیان بزرگ قاچاق هستند. اعضای بدن ببرها شامل پوست، دندانها، استخوانها و حتی اعضای جنسی در طب سنتی چینی و برخی دیگر از بازارهای آسیایی به فروش میرسه. همه گونه‌های ببرها تحت تهدید شدید انقراض قرار دارند، به ویژه ببرهای بنگالی و سوماترایی. یکی از دلایل اصلی کاهش جمعیت کوسه ها قاچاق باله های اونهاست. در بسیاری از کشورها باله های کوسه برای تهیه سوپ باله کوسه به طور غیرقانونی از دریا گرفته میشه. این تجارت به شدت به جمعیت کوسه ها آسیب میزنه. این تجارت غیرقانونی به اندازه گسترده است که برخی از گونه های کوسه ها اکنون در آستانه انقراض قرار دارند.
اما فیل‌ها، ببرها و کوسه‌ها تنها حیوانات قاچاق شده نیستند. گورخرها برای پوستشون، لاک‌پشت‌های دریایی و پرندگان زینتی به خاطر زیبایی و رنگ‌های جذابشون قاچاق میشن. این قاچاق‌ها باعث تهدید جدی برای بقای این گونه‌ها و اختلال در اکوسیستم‌های طبیعی میشه. به نظرتون پیامدهای قاچاق حیوانات برای ما چیه؟ قاچاق حیوانات وحشی نه تنها تهدیدی برای بقای گونه هاست، بلکه آسیب‌های جدی به اکوسیستم وارد میکنه. هر حیوان در طبیعت نقش حیاتی داره. وقتی که این حیوانات از بین میرن، زنجیره‌های غذایی و تعادل اکوسیستم ها به هم میریزه. برای مثال، از دست دادن ببرها میتونه به افزایش تعداد گونه‌های شکارچی کوچیک‌تر و اختلال در زنجیره غذایی منجر بشه. در این میان چه اقداماتی میشه انجام داد؟ مقابله با قاچاق حیوانات وحشی نیازمند همکاری‌های جهانیه. سازمان‌ها و دولت‌ها باید قوانین و مقررات سخت‌تری برای جلوگیری از قاچاق وضع کنند و آگاهی بخشی به مردم در این زمینه ضروریه. علاوه بر این، پروژه‌های حفاظت از محیط زیست و گشت‌های رصدی باید تقویت بشه. نتیجه گیری و پیام نهایی. اگرچه قاچاق حیوانات وحشی یه مشکل جدیه، اما تلاش‌های جهانی و ملی برای مبارزه با این مشکل در حال افزایشه. ما باید با آگاهی بخشی و حمایت از قوانین حفاظتی به حفظ این گونه‌های ارزشمند کمک کنیم. همه ما میتونیم نقش کوچیکی در محافظت از حیات وحش ایفا کنیم. تنها با یک همکاری جهانی میتونیم از انقراض گونه‌ها جلوگیری کنیم. و در آخر، اگر این ویدیو برای شما مفید بود، لطفا اون رو لایک کرده و برای اطلاعات بیشتر در مورد حیات وحش و مشکلات جهانی کانال ما رو دنبال کنید.